سلام، من مهندس پاکزاده هستم از شرکت آسان فلزیاب. نشانه گرگ در گنجیابی. گرگ یک حیوان خطرناک و وحشی بوده، پس به تأکید دفینه گرگ یک دفینه پر رمز و راز می باشد و بوی مرگ می دهد. نماد گرگ را وقتی پیدا کردید باید در جهت دم آن قدم بردارید، نه در جهت نگاهش، زیرا در جهت نگاه گرگ یک تله، به عبارتی یک راه انحرافی وجود دارد. نشانه گرگ از دیرباز نشان آدم‌های خونخوار و وحشی بوده است. حتی این لقب را به مغولان نیز نسبت دادند. همانطور که گفتیم دفینه گرگ در جهت دمش بوده و به یک مقبره پادشاهی اشاره می‌کند که در این مقبره سکه‌ها و وسایل با ارزش وجود دارد. حتی احتمال وجود مومیایی نیز قوی است. به احتمالی که ورودی مقبره را پیدا کردیم باید با دستکش به اجناس آن دست بزنیم و آنها را برداریم، زیرا به اجناس نوعی زهر کشنده زده می شده تا از شر دزدان و حیوانات در امان باشند. گنج نشانه گرگ در فاصله 7 الی 10 متری خودش قرار دارد که هیچ دفینه‌ای در زیر گرگ قرار نداشته و سنگ گرگ را به هیچ وجه ممکنه تخریب نکنید. معنی نماد گرگ در دوران ساسانی به مفهوم دفینه کم عمق بوده که برای نظامیان تدارک دیده شده است. البته میتوان گفت که یک زاغ نظامی نیز باشد.